در شهر بلگراد سربیا صدها پیرو ملتگرای اشدی وایسلاو ششل به پیشواز این سیاستمدار 60 ساله برآمدند که با جرم جنایت‌های حربی در سالهای جنگ نیمجزیره بالکان یعنی در سالهای 90 قرن گذشته 12 سال را در زندان هلند سپری کرده است. دادرس‌های دادگاه تریبونال حربی سازمان ملل متحد واقع در شهر هایگ هلند با اشاره به بیماری سرطان جگر فرمان دادند که ششل پیش از مهلت آزاد شود. صدها عائله در منطقه قبیله‌های پاکستان 24 ساعت قبل از شروع عملیات نیروهای حربی این کشور خانه‌هایشان را ترک کردند. بعد این هشدار نیروهای پاکستانی ساکنان ناحیه برای منطقه قبیله‌های خیبر به مرکز قیدگیری پناهندگان کنار پشاور رفتند. تخمیناً 1 میلیون نفر در دوام 5 ماه عملیات نیروهای دولتی پاکستان بر ضد طالبان منطقه شمال وزیرستان را ترک کرده اند. در پایتخت ارمنستان شهر یریون زد و خورد پلیس با اعتراضگرانی که به طرف وزارت مالیه حرکت داشتند به قید گرفته شد. پلیس سعی نمود به 25 عضو گروه با نام من مخالف امکان ندهد آنها نامه خود را که در بحث مسئله نفقه از استادان دانشگاه پشتیبانی میکرد به حکومت تسلیم نمایند، ولی اعتراضگران موفق شدند که سنگر پلیس را رخنه نموده با سر و صدای زیاد نامه را به منصبداران تقدیم کنند. در افغانستان گزارشگر ویژه خشونت بر ضد زنان سفر 9 روزه به افغانستان را که به جمع معلومات تخصیص داده شده است به پایان رساند. خانم رشیده منجو میگوید او از کابل، جلال آباد و هرات زیارت کرد. منجو حادثه های خشونت بر ضد زنان، سبب ظهور این پدیده و پیامد آن را تحقیق نموده مشورت های خود را پیشکش کرده است. در قزاقستان اولین پایگاه نیروی برق برای ماشین‌های برقی بنیاد شد. ترغیب کننده ماشین‌های الکتریکی قزاقستان نشان داد که در این کشور هم نظام ماشین‌های برقی قابل استفاده است. منصبداران قزاق میگویند در این کشور 20 ماشین الکتریکی موجود است که اساساً در شهرهای الماتا و آستانه میباشند.